بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت شما بینندگان و همراهان ارجمند پایگاه اطلاع رسانی معیارجل. خوشحالم که با یک برنامه دیگه از سلسله برنامه‌های در شهر در خدمت شما عزیزان همراه هستیم. مهمان این قسمت برنامه در شهر جناب آقای مهندس علیرضا قاسمی، مدیریت آب و فاضلاب استان سیستان و بلوچستان خواهند بود که به برنامه در شهر اومدن و در استودیوی ما در شهرستان بنپور حاضر شدن تا پاسخگوی سوالات و مطالبات شما مردم عزیز و شهروندان بنپوری باشند. میریم یک بخش کوتاهی از گزارشمون رو میبینیم و مجددا برمیگردیم، در خدمتتون خواهیم بود. ما رو در این گزارش همراهی کنید. پنج سال که ما در این بابت، یعنی در حقیقت با این معضل مشکل گرفتاریم، یعنی از برج یک تا برج اواسط 7 یا الی 6 ماه همین بی آب. 5 سال، یعنی واقعا در این 5 سال در بدری و سرگردانی ما یک مسئولی نیست که حداقل جوابگوی ما ببیته. ما اصلا یه قطره آب در روستایمون نداریم. الان یعنی در کل شبانه روز شما آب اینجا ندارید توی روز؟ بیشتر اوقات یعنی 24 ساعت آقا ما 1 ساعت فوقش هم ساعت 2 3 شب یه ذره یه قطره آبی در اینه شیرای آب ما جاری، یه قطره آب. یعنی این که ویرانه بوده بنپور. ما بنپور گینو په حال بنپوریان داریم، یعنی خدای اشک ریچه مردم ما هرچی رم پیش فرماندار مسئولین هرچی داد بیداد کنن آیان دارن نهیب کنن باور کن هنچین رئیس شورا ما داشته رابطه پیش فرماندار داد بیدادش کرده خدایی همودان است قلبیش کرده به خاطر همین کمبود آب. آقا وقت شما بخیر. آقای قاسمی، مدیر عامل آب استان، میهمان برنامه در شهر، رو به دوربین ما از مشکلات آب آشامیدنی در روستای دهمیر بنپور برای ما بگوش. آقا ما الان 3 سال 4 سال آب فقط برج 12 تا برج 7 اصلا گوما آب نیتیم. ما گلن و شان رنش دیگه بنپور آب یارین الان یه کسی نیست رسیدگی بکنه. اینکه اداره رن یاین که هیچ که رسیدگی شما نکنید. ما الان 3 سال اصلا تابستان آب نداره. 3 سال محال کار همیشه شب برج 12 به بعد یک دیگه ما آب نداره. من تقاضای دارم شمدیر کل آبیاری آب بیه حالکار مورد چاری ما چیه. و شما مراجعه هم کرده به مسئولین شهرستان و جورج فورس و کرده که مشکل شما رو حل بکنن، رسیدگی بکنن، جوابش چی بوده؟ ما هر روز رن جواب قاطی ما ندهند. ما هنچو حیران نشب آب دار نروچ ما رنش بازار دیگه جای یه 20 لیتری گرین اندازه ورگه. والا از یک روز قبل از رمضان تا الان یک قطره آب این شیر آب نیومده. یک قطره آب. به هر کجا هم که مراجعه میکنیم متاسفانه کسی نیست که رسیده بکنه مشکلات ما رو. همونطور که میبینید در خدمت جناب آقای مهندس قاسمی، مدیریت محترم آب استان هستیم و به استودیوی پایگاه اطلاع رسانی معیارجل تشریف آوردن و پاسخگوی سوالات و مطالبات شما مردم عزیز که هم به سامانه پیامکی ما ارسال کردید و هم در گزارش‌های میدانی که در سطح شهر اومدیم از شما گرفتیم هستیم و انشالله که مدیریت محترم آب فاضلاب استان هم حتما پاسخ‌های در خورشن و قانع کننده‌ای برای شما بینندگان عزیز داشته باشند. آقای مهندس خوش آمدید، وقتتون بخیر. رو به دوربین ما یک سلام علیک ابتدا با بینندگان ما داشته باشید و در ادامه در خدمتتون خواهیم بود. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده سلام دارم و عرض ادب و احترام خدمت بینندگان محترم و شهروندان شهرستان بنپور و ایران شهر و کل مردم استان در خدمت شما هستیم. انشالله که گفتگو گپ خودمانی که داریم و مجموعه انشالله قول هایی که میدیم و اقداماتی که انجام میدیم تهش منجر بشه به یک اقدام خوب و خیر که همون آبرسانی به سطح شهرستان و کل مردم استان هست. انشالله. ما قبل از این کالا سوال اولمون رو خدمت شما بپرسیم آقای مهندس، یک تقدیر و تشکری هم خدمت شما عرض کنیم که به هر حال به عنوان یک مدیر پاسخگو از مرکز استان به شهرستان بنپور تشریف آوردید و به عنوان سوال اول آقای مهندس بفرمایید که به عنوان مدیر عامل آب استان مردم شهرستان بنپور در 2 بخش مرکزی وکلاتان در روستاهای حالا مشقاسم، خیرآباد، ملک‌آباد، توردان، دهمیر، بهشت‌آباد، میرآباد، سیدآباد که مجموعاً 10-15 روستا هستند، هر سال در فصل بهار و تابستون شاهد تکرار سریال
بی‌آبی در این مناطق هستن که متاسفانه تبدیل شده به یه سریال تکراری تلخ و عذرخواهی میکنم خیلی بی‌مزه که واقعا آسایش و روان مردم رو به هم ریخته. به عنوان مدیر عامل آب استان بفرمایید که مردم تا کی قرار شاهد پخش و تکرار این سریال باشن و تا کی قرار این مشکل حل بشه انشالله؟ خب شهرستان بمپور سابقه تاریخی زیادی داره، بالاخره شهر تاریخی است، اما تقریبا از سال 85 به این طرف میشه گفت که عملیات آبرسانی به صورت جدی توی شهرستان شروع شده. من خلاصه فقط اگه بخوام بگم طی این سالها از مجموع آنچه که در طراحی اولیه در مهمترین طرحی که تعریف شد تحت عنوان آبرسانی به روستاهای غرب و شرق بمپور 117 کیلومتر خط انتقال در این تردیده شده بود و 450 کیلومتر شبکه. الان که با هم صحبت میکنیم 117 کیلومتر خط انتقال و مخازن ساخته شده، 10 حلقه چاه رو تجهیز شده، به خط وصل شده و از 450 کیلومتر شبکه هم 400 کیلومترش اجرا شده. یعنی آنچه که باقی مونده شبکه آب روستاها، حتی روستاهایی هست که شاهد داشتیم شبکه دارن ولی شبکه قدیمی دارن که باید در حقیقت اصلاح شبکه اون 50 کیلومتر هم انجام بشه. استان با متوسط 20 میلیمتر بارندگی نسبت به متوسط مشابه 20 و 30 ساله یه چیزی حدود 80%، حالا اعداد متفاوت بین پایگاه های اطلاع رسانی، هواشناسی و آب منطقی، اما آنچه که ما شاهد هستیم 80% نسبت به نرم مشابه 20 ساله و نسبت به سال آبی گذشته ما 90 تقریبا 2.7% کاهش بارندگی داشتیم. محصل این تقریبا میشه گفت خشک شدن یه چیز 30 تا 40% منابع تامین ما بود. اون چه هم که الان ما در روستاها شاهد هستیم بابت انتقال یا توزیع نیست، فقط منبع تامین ما مشکل پیدا کرده که برای اونم انشاءالله برنامه داریم که در ادامه توضیح میدیم. ولی خب محصل همه اینها دست به دست هم داد و شاهد بودیم در بازدید امروز اکثر حالا روستاهایی که اسم بردید تقریبا در حالت جیره‌بندی قرار دارن و این اتفاق از قبل هم پیش بینی می‌کردیم که احتمال داره این اتفاق بیفته. اقداماتی رو شروع کردیم ولی کافی نبود و انشالله در طی 40 تا 45 روز آینده اقداماتی که انجام میدیم شهرستان انشالله بیمه میکنه، اما باز اقدامات کوتاه مدت 1 هفته 2 هفته‌ای هم داریم که بدونیم 50% این ظرفیت رو جبران کنیم. محصل حالا خشکسالی ها، استان اولا یک خشکسالی سابقه دار داره. ما فقط 2 سال با بارش های یک مقدار نرمال داشتیم که سال آبی 97 و 98 بود، اما از 76 تقریبا استان درگیر خشکسالی هست. به محاسباتی که ما انجام دادیم دیدیم در سطح استان حداقل 50 حلقه چاه نیاز به حفر مجدد داره، یعنی با چاه جایگزین بزنیم. چاه‌ها منابع قبلی کاملا خشک شده بود. هفته گذشته که جلسه ای رو داشتیم و دیروز نامه تخصیصش هم اومد، 70 میلیارد تومان تونستیم برای سطح استان برای بحث جایگزینی چاه‌ها بگیریم که همکاران البته از تقریبا 20 روزی پیش، 1 ماه پیش این کار رو شروع کردن و در ادامه انشالله توی منطقه بمپور ما حداقل 3 چاه رو در حوزه شهرستان، 2 تا 3 چاه رو در حوزه شهرستان، چون حالا این تقسیم بندی های مرزی که بین ایران شهر و بمپور است و بذاریم کنار، 4 حلقه چاه ما در مجموعه شهرستان ایران شهر و بمپور انشالله جایگزین خواهیم کرد.